5 در دفاعی حاضر میشن. واقعا درکتون نمیکنم. 9 بازی به من رأی 1 نمیده، رأی 2 میده. خب از اون ور 5 بازی 8 نامی پا شده گفته 1 و 5 بیان تو بازپرسی، 5 پا شده 9 رو میکنه، به مسیرش به 8 بازی نمیخوره. من اینجا واقعا درکتون نمیکنم. اصلا 5 بازی هم ذهن منو درگیر کرده. من که فقط شهر بازیم دیگه. این 5 مرسی. نفر بعد. ببین از روز معارفه 8 نامی فقط پا شده 1 و 5 رو بیارید دفاعی، 1 و 5 نه یه دونه فک میاله نه 100 تا مافیایی 8 بازی، 100 تا مافیایی بازی. من اصلا نمیدونم دفاعی چیکار میکنم. یعنی الان منو 4 آوردی تارگت، من چرا روز معارفه فقط 3 رو زدم؟ 4 پا شد 3 رو زد، 1 و 2 هم برایندش. بازیکن بعد. پنج بازی من اینو گفتم مسیر به 8 خورده. 10 من واقعا درکتون نمیکنم. به 5 که مافیا چینشو میزنم، 5 ممکنه یارش 7 و 10 باشن، ولی من بازپرسی چی کار میکنم اینو دیگه نمیفهمم. من که قطعی شهرتونم، فقط اینو میتونم بگم. ذهن من بازی گیان زد به اصلا ذهن صحبت های نفر بعد. روز اول من برایندم با این شماره 4 بازی یکی سر 3 بازی، الان بازی که یکی باید بره بیرون این خانم پا شده منو میندازه بیرون. 100 تا مافیای 4 بازی. من اصلا برایندم یه جای دیگه است، صحبتم یه جای دیگه است. پا شدی چون یکیمون حتما باید بره بیرون ریختی رو 5 بازی دیگه. بازی تو هم نمیخونه، من شهر بازی هم نمیدونم. بازجویی با نظر بازپرس به رأی گیری گذاشته می شود و شما حتما می بایست به یکی از بازیکنان رأی داده و قادر به رأی دادن به هر دو نفر نیستید. با اکثریت آرا شماره 4 بازی رو ترک میکنه. میریم برای کلام آخر. کاری ندارم. شیشه بازی من اصلا باورم نمیشه. پا میشی نکس کنم میدینش بیرون. شیشه نکس کنم میره بیرون. به این 5 میرسه مافیان باشه، فهمیدید؟ به این شیشه شهر باشه نمیرسه. بازیکن شماره 4 عضو تیم شهر بود و از بازی خارج شد. یک دور